له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو 15 کاله تیریږي. هغه بدلون چې نه یوازې د افغانستان داخلي معادلې بدلې کړي بلکې د اسیا په کچه د قدرت پر جوړښت هم اغیزې کړي دي. افغانستان چې له تیرو 12 لسیزو راهیسې تر ډیره د جګړې ترهګرۍ ضد مبارزې او پوځي مداخلو له زاویو پیژندل کېده، اوس د سیمه ییزو هیوادونو د ترانزیټي دهلیزونو، انرژۍ، سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو د سیالیو په مرکز کې قرار لري. زموږ د بحث اساسي پوښتنې: آیا افغانستان له جګړه ایز ډګر څخه د اسیا پر ژیوپولیټیک او ژیواکانومیک څلورلارې د بدلیدو په حال کې دی؟ او همداراز نوي سیمه ییز نظم به افغانستان ته کوم فرصتونه او ګواښونه لري؟ لیدونکو ستړي مه د نکاس خپرونې ته ښه راغلاست. زه مسعود مطمئن یم د همدې موضوع د څېړلو لپاره له موږ سره د پوهنتون استاد ښاغلی سید حسین سراج راسره دی. سراج صاحب ستړي مه شئ، خپرونې ته هم پخیر راغلاست. د امریکایي ځواکونو د وتلو پوره 15 کاله کېږي. تاسو په دې اړه لیدلوری څه دی او په ټوله کې د اسد 40مې ورځې په تړاو مو څه لیدلوری او نظر دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض خدمت شما همکاران گرامی و بینندگان محترم. علیکم السلام. افغانستان یکی از کشورهایی است که در طول تاریخ حداقل 200 سال اخیر یکی از مراکز مهم امنیتی، سیاسی و اقتصادی به شمار می‌رفت. برای همین همیشه مورد توجه قدرت‌های بزرگ چه در زمان شوروی و قبل از او در زمان انگلستان، هند بریتانیایی به اصطلاح و بعد از اون در زمان هزاره جدید و آمریکا همیشه مورد توجه خاصی کشورهای قدرتمند و قدرت‌های جهان بوده. برای همین است که ما در این 200 سال اخیر چندین بار شاهد اشغال افغانستان توسط قدرت ها بودیم. از نگاه سیاسی همیشه افغانستان را متاثر ساخته و امروز بعد از یک تحولات جدید سیاسی که در افغانستان شکل گرفته و در 5 سال اخیر برداشت ها این است که افغانستان عملا از یک مرکز سیاسی مورد توجه کشورها به سمت یک مرکز اقتصادی در آسیا در حرکت است. از یک به اصطلاح از یک جغرافیای سیاسی به یک جغرافیای اقتصادی و ترانزیتی در حرکت است و عملا گام‌های اساسی در این راستا برداشت. خب بسیار زیاد تشکر آقای سراج. چین افغانستان را در چارچوب ابتکار کمربند ورای چگونه می‌بیند؟ مهمترین موانع امنیتی و اقتصادی در برابر این رویکرد چیست؟ ببین، چین یک قدرت نوظهور در عرصه جهانی است و هم از نگاه سیاسی و هم از نگاه اقتصادی و بیشتر با رویکرد اقتصادی در نظام بین الملل جدید قدم گذاشته و عملا منافع اقتصادی و سیاسی قدرت آمریکا در جهان را موردی چه قرار داده، متاثر ساخته به اصطلاح. بنابراین چین با توجه به یک سری محدودیت هایی که غرب برای چین ایجاد کرده، از جمله در بعضی کانال ها و بعضی تنگه های مهم حیاتی که در نزدیک چین و در حیات خلوت چین قرار داره، چین عملا به دنبال یک راه های بدیل میگردن، راه هایی که بتونن اگر یکش مسدود شد با توجه به ممکن تنش هایی که در آینده رخ بدن باید راه های بدیل را داشته باشن. یکی از این راه های بدیلی که بسیار برای چین حیاتی است کمربند جاده ابریشم است. کمربندی این کمربند عملا چین را به بازار آسیای میانه به سمت بازار اروپا و غرب وصل میکنه. افغانستان در اینمی کمربند بسیار میتونه نقش اساسی را بازی بکنه، به خاطر از اینکه عملا افغانستان از نگاه سنتی و از نگاه تاریخی در راه همین کمربند و همین جاده قرار داشتن و عملا همین جاده از افغانستان عبور میکرد. امروز با توجه به تحولاتی که در افغانستان آمده، اگر افغانستان بتونه ثبات و امنیت را همچنانی که فعلا هست حفظ بتونه، میتونه افغانستان به عنوان یکی از بازیگران اساسی و یکی از آقای سراج، مثل طوری که شما اشاره کردین اگر به می کمربند افغانستان به چین وصل شود چی پیامد بر پاکستان دارد؟ خب برای فعلا معمولا ترانزیتی که افغانستان
یا معادلات تجاری که افغانستان مبادلات تجاری که انجام میدن از طریق بندر گوادر پاکستان انجام میشه با چین. بله. یعنی عملا بازار افغانستان باید خود را از طریق پاکستان وصل کنه. اگر افغانستان بتونه از طریق از این کمربند به چین وصل شود، دیگه عملا نیاز افغانستان به پاکستان که بتونه از طریق به چین وصل شود کاهش پیدا میکنه که از بین میره. دیگه هیچ نیاز نیست که ما از طریق پاکستان که متاسفانه با چالش های زیاد مواجه بودیم تا هنوز، نیاز نیست که ما از اون را بریم. ما میتونیم که از طریق از کمربندی که چین رویش کار میکنه از طریق از وصل شیم. آقای سراج، اگر اجازه بپرسم که تنش‌ها میان پاکستان و افغانستان اکنون هم ادامه داره. بر اساس تحلیل های کارشناسای سیاسی که میگوید که پاکستان 4 سناریویی که در افغانستان داشت ناکام شده. از سناریوی اولی بود که وقتی امارات اسلامی در سال 2021 به قدرت رسید، پاکستان در استیج های جهانی گفت که بعد رد پشتش گفت که مثلا این منطقه را بی‌ثبات میسازد و همچنان چیزهای دیگری بارشان مطرح کرد. و سناریوی دومی که بود که عملا مهاجرین افغانها را بسیار بی‌رحمانه از پاکستان اخراج کردن. این سناریوی دومش هم به عنوان یک افزار فشار از پیشان کار گرفت. و سناریوی سومی بود که یا مثلا راه ترانزیتی را بسته کردن، به اساس گفت که فشار اقتصادی وارد کردن، گفتن که شاید افغانستان مجبور شود از که مثلا به یک بحران اقتصادی روبرو شد. سناریوی چهارمی بود که یا آمدن بالای افغانها حملات هوایی انجام دادن که سازمان‌های ملل هم تایید کردند که در این حملات 10 کودک به شمول زنان ملکی ها به شهادت رسیدند. ولی سناریوی پنجمی که تحلیلگرای سیاسی به این باور است که یا به حمایت از گروه‌های نیابتی میکنه، میخواد که به اساس یا منطقه را بی‌ثبات بسازه. ولی دیدگاه شما در این باره چیست؟ آیا این 4 سناریویی که ناکام شده، سناریوی پنجمیش هم در حالت ناکامی میبینین چطوری؟ ببینین تنش افغانستان و پاکستان با افغانستان یا رویکردی که افغانستان و چه پاکستان به افغانستان داره، یک رویکردی سیاسی و امنیتی است. جنوب آسیا عملا در یک دو قدرت هسته‌ای پاکستان و هند با هم دیگر تنش دارند و پاکستان که حداقل در بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفته، افغانستان را به عنوان یک عقبه استراتژیک نگاه میکنن. یعنی نگاه از اونا است. بنابراین همیشه به دنبال ازی بودن که در افغانستان یک بی‌ثباتی شکل بگیره و افغانستان نتونه به ثبات و امنیت دائمی و مستمر را به خود داشته باشه تا بتونه به عنوان یک عقبه استراتژیک از افغانستان استفاده بکنه. یعنی تحولاتی که در افغانستان شکل میگیره معمولا متأثر از تحولات منطقه است. در سالهای همیشه پاکستان با این نگاه به افغانستان رفتارهای خود را ترسیم کرده، برنامه‌ریزی کرده و بارها از گروه‌های مختلف بر علیه حکومت افغانستان استفاده کرد. شما در 5 سال اخیر همچنان که شما اشاره کردین هم رویکردهای متفاوت را داشتن. اول از طریق ارغام و تشویق تلاش کردن اما به نتیجه نرسیدن. دیدن که افغانستان مستقل است، حکومت فعلی افغانستان مستقلانه عمل میکنه، چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی مستقلانه عمل میکنه. بنابراین از ابزارهای فشار کار گرفتن، چه ابزار فشاری مثل مهاجرت، چه مهاجرین ما در پاکستان و چه از ابزار فشار اقتصادی راههای ترانزیتی رو بسته کردن که خوشبختانه خودشان بیشتر آسیب دیدن تا مردم افغانستان، تا بازار افغانستان، چون عملا دستشان هم از بازار افغانستان کوتاه گردید، هم از بازار آسیای میانه کوتاه گردید. از هیچ کدامی از اینا به نتیجه نرسیدن. از حملات هوایی هم به نتیجه معلوم است دست نیافتند، بلکه با مقاومت شدیدی مردم افغانستان با حفظ و انسجام مردم افغانستان مواجه شدن. برای فعلا اتهام بر این میبندن که گویا حکومت افغانستان از گروه‌های مختلف در داخل پاکستان حمایت میکنه، در حالی که همچین چیزی نیست، بلکه خود پاکستان از گروه‌های مختلف تروریستی در داخل افغانستان برای تضعیف حکومت افغانستان و اینکه افغانستان را بی‌ثبات بسازه و افغانستان را عملاً امنیتش از بین ببره حمایت میکنه. چون ما اول گفتیم که پاکستان یک نگاه تاریخی و امنیتی داره که نباید افغانستان به امنیت و ثبات دست پیدا بکنه. حالا این سیاست را حتما دنبال میکنه. مهم است که
مردم افغانستان نباید اجازه بدن که یک بار دیگر افغانستان به سمت بی‌ثباتی و ناامنی حرکت بکنه. مردم افغانستان باید انسجام و وحدت خود را حفظ بکنه و تلاش بکنه از نظام فعلی افغانستان، از نظام اسلامی حمایت بکنه تا گام‌های اساسی به سمت توسعه. آقای سراج، دوره امارت اسلامی 5 سالش هم تکمیل شد. دیدگاهتان درباره 24 اسد چیست یا 15 اگست و کدام دستاوردهای امارت اسلامی قابل ستایش است و هنوز هم کدام چالش هایی است که امارت اسلامی با او روبرو است؟ خب 15 اگست یا 24 اسد یک روز تاریخی برای مردم افغانستان است، به این دلیل که افغانستان از چند دهه اشغال نجات پیدا کرده. گروه‌های اشغالگر خارجی عملا از افغانستان بیرون شد، اخراج گردید و در عین حال افغانستان به چند دهه ثبات و چه بی‌ثباتی و ناامنی و جنگ و خشونت در افغانستان پایان داده شد. این از این نگاه برای مردم افغانستان یک روز تاریخی است. خب اگر ارزیابی بکنیم کارکردهای نظام فعلی در 5 سال را هم کارکردهای ملموسی داشته، به نظر خصوصا یک چیزی که مردم افغانستان از او رنج می‌برد در چند دهه بحث ناامنی در افغانستان بود، بحث خشونت و جنگ در افغانستان بود. شما بر اساس نیازهایی که مازلو یکی از دانشمندان مطرح میکنه، امنیت نیاز اولیه و اساسی برای انسان هاست. بنابراین این نیاز که رفت نشه شما دیگه چیزی را نخواهید داشت. از این نگاه دستاوردهای بسیار اساسی داشته. امروز الحمدلله امنیت سرتاسری در افغانستان حاکم است و اون چیزی که مهمتر از است که حکومت فعلی با یک رویکرد اقتصادی عملا گام‌های اساسی برای رشد زیربناها و توسعه و بازسازی افغانستان برداشته. اما این به این معنی نیست که شما حکومت فعلی افغانستان رو بگین با هیچ چالش مواجه نیست. قطعا با چالش‌های مواجه است. چیزی که مهم است که حکومت فعلی افغانستان بتونه مردم افغانستان را به نحو انسجام و وحدت حفظ بکنه و نیازها و اون توقعات مردم افغانستان را برآورده بسازه، بدور از هر نوع تعصبات قومی، زمانی، مذهبی و امثال هم میتونه همه را به چشم یکسان ببینه و در قسمت انکشاف و توسعه یک رشد متوازن و عادلانه را داشته باشیم و در قسمت توزیع امکانات باید نیازها چه عادلانه توزیع شود. امارت اسلامی همی که قبلا اشاره کردم که 5 سالشان تکمیل شده، اما تا اکنون در سطح جهان یک کشور روسیه به رسمیت شناخته امارت اسلامی را و کشورهای دیگر تا اکنون امارت اسلامی که امروز شما که ما بیش از 45 کشور روابط دیپلماتیک داریم، سفارت داریم اونجا، اما به طور علنی یا را به رسمیت نشناختم. چرا امارت اسلامی را کشورهای بیرونی به رسمیت نمیشناسه؟ علتش چیست؟ به اساس چی؟ خب این دلایل گوناگونی داره که مهم است که شما در بحث امروزی رسمیتی که ما رسمیت اعلانی داریم که حکومت یک کشور می عملا اعلامیه میدن که ما فلانی نظام را و حکومت را در افغانستان یا در کجای جهان به رسمیت میشیم. یک حمایت یا به اصطلاح بگیم که رسمیت بخشیدن نوع رابطه‌ای که برقرار میکنه است. امروز حکومت افغانستان با خیلی از کشورها رابطه دیپلماتیک داره. سفیر افغانستان در خیلی از کشورها هست. سفرهای خیلی از کشورها در سفر کشورهای آسیایی، اروپایی در افغانستان هست. بنابراین نوع رابطه سیاسی برای فعلا وجود داره، نوع رابطه اقتصادی برای فعلا وجود داره. اما اینی که چرا به صورت اعلانی وجود نداره، متاسفانه امروز عملا ما میگیم که نظم جهانی به هم خورده. عملا جهان در یک وضعیت بی‌نظمی به سر میبره. افغانستان هم تا هنوز متاسفانه از اون نگاه اولیه‌ای که باید وجود می‌داشت یا اولویتی که وجود می‌داشت خیلی از کشورها برای فعلا نگاه خود را معطوف ساخته با مشکلات‌هایی که در منطقه‌شان وجود دارد. بنابراین برای فعلا افغانستان اولویت نیست برای خیلی از کشورهای جهان، چون اونا مشغول یک سری مشکلات‌های امنیتی در مناطق خودشان هستند که ما یقین دارم اگر افغانستان تا هنوز چنان که عمل کرده
خصوصا در بود سیاست خارجی روابطی که ایجاد شده، روابط سیاسی که با خیلی از کشورها ایجاد کرده، ان شاء الله به سمت هم حرکت خواهیم کرد و خیلی از کشورها به رسمیت هم خواهد شد. در اواخر روزها بعضی از مخالفین یا چهره‌های امارت اسلامی وقت ما وقت در صفحات اجتماعی میگوید که ما در بعضی مناطق افغانستان حملات انجام دادیم یا هم فعالیت‌های فیزیکی. خب امارت اسلامی میگوید که فقط تبلیغات رسانه‌ای است، در حقیقت چیزی وجود ندارد. ولی دیدگاه شما در رابطه به این مسئله چیست؟ آیا با واقعیت هم یک جنبه تبلیغاتی است یا در حقیقت هم چیزی وجود دارد؟ خب شما ببینین امروز عرصه تبلیغات عرصه یعنی واقعیت نیست. عرصه خصوصا اون چیزی که از بیرون اونا تبلیغات میکنه واقعیت نیست. واقعیت را باید از میدان شما بررسی بکنین، برین به صاحب برین ببینین، مردم را ببینین که واقعیت همچین چیزی وجود داره. تا هنوز بارها رسانه‌های مختلف، افراد مختلف از بیرون از کشور اعلان کردن که در فلانی مناطق جنگ است، در فلانی مناطق مشکلات وجود داره اینا، اما با محض که شما در صاحب برین، مردم را ببینین، صاحب میدان را بررسی بکنین، همچین واقعیتی وجود نداره. یعنی عملا در واقع همچین چیزی نیست. بنابراین ما رد هم نمی کنم، تایید هم نمی کنم، ولی اون مهم است که تا هنوز تجربه نشان داده که عملا اون چیزی که اونا میگن همه چیز درست نیست. یعنی درست نیست. اینا تبلیغات است، اینا رفتار عزیز که مردم افغانستان به سمت آقای سراج، از این گروه ها مخالفین امارت اسلامی خود مختار عمل میکند یا گروه های یا کشورهایی است که از یا در این مورد حمایت میکنند؟ خب متاسفانه همیشه در طول تاریخ تجربه نشان داده که به محض که گروه های در داخل یک کشور یا حتی بیرون از کشور بر علیه یک نظامی در یک کشوری نفرت پراگنی میکنه یا عملا اصلاحات میشه و حرکت های انجام میده، متاسفانه استخبارات خارجی عملا فعال میشه پشت صحنه. خب یا میگید که ما خود مختار هستیم، همراه ما کسی بعید به نظر میرسه که اینا خود مختار و مستقلانه عمل بکنه. برداشت و نظر ما است که حتما استخبارات بیرونی در پشت صحنه فعال هست. حمایت مالی میکنه از پیش؟ احتمال زیاد حمایت نظامی خواهد کرد. با وجود خروج نظامیای آمریکایی، آیا واشنگتن هنوزم از راه‌های مالی، دیپلماتیک یا اطلاعات و نهادهای بین‌المللی بر افغانستان تاثیر دارد؟ این نفوذ چه تفاوت به حضور نظام گذشته داشته است؟ خب تفاوت‌ها زیاد است. شما در نظام گذشته اگر حضور آمریکا را بررسی بکنید، حضور آمریکا حضور نظامی است، حضور امنیتی و حضوری که به نحوی بگیم اشغالگرانه بود. عملا همه چیز، هم سیاست، هم اقتصاد، هم فرهنگ، همه چیز متاثر از حضور نظامی آمریکا و همپیمانانشان در افغانستان بود. اما فعلا او با او شکل شمایل حضور وجود نداره. اما حضور دیپلماتیک و سیاسی، چرا افغانستان برای فعلا نظام امارت اسلامی به نحو ارتباطات سیاسی برقرار کرده. امروز مبادله زندانیان صورت میگیره، اینا نوع رابطه است، اینا قدم هایی است که به سمت اون روابط دیپلماتیک عزتمندانه برداشته میشه. ما امیدوار هستیم که یک زمانی به اون نقطه هم برسیم که افغانستان بتونه عزتمندانه به عنوان یک کشور مستقل روابط دیپلماتیک با همه کشورها داشته باشه. آقای سراج، در آخر اگر کدام پیامی داشته باشین راجع به 24 اسد و همچنان درخواست از امارت اسلامی در شرایط فعلی افغانستان چیست؟ سلامت باشین. پیام ما است که در رابطه با 24 روز اسد، همچنان که در اول اشاره کردم، 24 اسد باید به عنوان یک روز تاریخی بزرگداشت شود و برای مردم افغانستان گرامی داشته شود. مردم افغانستان از این روز به عنوان یک روز تاریخی یاد کنه. یک و برای امارت اسلامی هم است که تلاش کنن سیاست های معتدل و سیاست های که بتونه همه مردم افغانستان را به یک چشم ببینه و در سیاست هایشان عدالت را به عنوان یک اصل اساسی عدالت اسلامی را رعایت بکنه. انشالله که دوام خواهد داشت. ډیره مننه. د پوهنتون له استاد ښاغلي سید حسین سیرت څخه. درنو لیدونکو ستاسو له ملاتړ څخه نړۍ مننه. تر بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرې وو ښې چارې. الله مو